سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم پنجم ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. هلاکت نبیره گنرال تاجیک ظفر فیزیف در جنگ اوکراین، تهدید رهبر چوکه واگنر بر رهبران روسیه. دوم مای ما بخموت را ترک میکنیم. اعتراض ازدحام ساکنان محلی در نزد خانه مهاجران تاجیک در باشکردستان. چند تغییرات کادری در رژیم طالبان. 3 کشته و 5 زخمی در یک صدمه مدهش در راه کوشانیان. و اکنون تفصیلات خبرها. در شهر ژوکوف ولایت کالوگای روسیه به شرف زاده تاجیکستان و ساکن نویه ژوکوف اسلام فیزیف که در جنگ اوکراین کشته شد در کنار راه لوحه یادگاری نصب کردند. اسلام فیزیف نبیره گنرال مرحوم تاجیک ظفر میربابایویچ فیزیف سردار سابق ستاد کل و گنجشتاب ارتش تاجیکستان و یکی از اساسگزاران ارتش کنونی جمهوری بود. در لوحه یادگاری اسلام فیزیف با لباس حربی در دست اتومات عکس برداری شده است. در لباس حربی و کلاه او حرف Z رمز حمله ارتش روسیه به اوکراین دوخته شده. در پهلوی عکس او نوشته را میبینیم: اسلام فیزیف قهرمان ما پس از مرگ با اردن مردانگی سرفراز گردانیده شد. سپاس. اسلام فیزیف همگی 24 سال داشت. او اکادمی قشونهای تانکی روسیه را ختم کرده بود ولی در ارتش خدمت نمیکرد. بعد آغاز حمله روسیه به اوکراین اسلام فیزیف را به ارتش روسیه دعوت کرده به اوکراین فرستادند. او در یک دیویزیای قشونهای تانکی خدمت میکرد و در ماه سپتامبر سال 2022 در نبردها در ولایت خارکوف کشته شد. ارتش روسیه در پی تلفات وزنین آن وقت در نهایت از ولایت خارکوف عقب نشینی کرد. در اول ماه نوامبر سال 2022 به اسلام فیزیف پس از مرگش اردن مردانگی دادند. از اول جنگ روسیه به ضد اوکراین درباره هلاکت 10 تن از زادگان تاجیکستان خبرها به دست رسیدند. قریب همه آنها از طرف روسیه می جنگیدند. از جمله تقریبا 30 تن آنها محبوسان بودند که از محبس‌های روسیه به اوکراین برده شدند. اساسگزار چوکه واگنر یوگنی پریگوژن روز 5 مای سال 2023 در یک پیام ویدیویی خطاب به وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو سردار ستاد کل روسیه و همزمان فرمانده جنگ در اوکراین والری گراسیموف و سرفرمانده قوه‌های مسلح روسیه ولادیمیر پوتین اعلام نمود که او 2 مای فرمان عقب نشینی زرخریدان خود از شهر بخموت اوکراین را می‌دهد. بنا به گفته پریگوژن نورسایی سلاح این گروه را وادار به چنین اقدام نموده است. من تصمیم گرفتم که نیروهای واگنر را از جبهه بخموت به عقب نشینی دعوت کنم، زیرا در صورت نورسایی لوازمات جنگی آنها را به سوی مرگ فرستادن غیر منطقی است. در این زمان ما از نورسایی لوازمات جنگی مخصوصا سناریاد خیلی تنقصی میکشیم، ولی وزیر مدافع باشد میگوید که سناریاد از سر و گوش همه زیاد است، گفت پریگوژن. صبح همین روز 5 مای پیشتر از این برآمد خود یوگنی پریگوژن یک ثبت ویدیویی را نشر نمود که در پشت او جسدهای بیجان چندین نفر آغشته به خاک و خون در روی زمین خوابیدند. بنا به گفته او همه این جسدهای خونالود منسوب به واگنر بوده. آنها همگی در یک روز کشته شدند. پریگوژن با احساس و سخنهای قبیح شویگو و گراسیموف را زیر باران دشنام گرفت. پریگوژن از جمله گفت: شما مخلوقها در کلوب‌های قیمت‌بها عیش و عشرت کرده گشتید. فرزندان شما باشد در خارج کشور در استراحتگاه‌ها کیف و صفا کرده گشته ایستادند و آن همه زندگی پرشور و شر خود را در یوتیوب در محضر تماشا می‌گذارند. گمان می‌کنید شما صاحب این دنیا هستید و کیف صفا تنها حق شما و فرزندانتان است. مردم عادی باید در خندق‌ها بمیرند. اینک در دست شما انبارای سلاح است. اینه که در دست شما انبارای سلاح است معنای آن را ندارد که شما در حق دیگران چنین رفتار را روا ببینید. این جسدها در پشت من خوابیده با خواهش خود به اینجا آمده بودند تا که شما در اتاق‌های کاری خود عیش و نوش کرده گردید. یک عقلتان را به کار فرمایید. این خیلی حسابی عادی است. اگر شما مقدار ضروری سلاح را به ما سر وقت رسانید پس شماره کشته شده ها 5 برابر کم می شود.
سخنگوی پوتین دیمیتری پسکوف به رسانه‌ها گفته است که در کرمل بیانیه evgeni پریگوژن را دیدند، اما به گفته او از سببی که این برآمد پریگوژن منسوب به عملیات مخصوص است من چیزی گفته نمیتوانم. باید یادآور شد که زرخریدان واگنر و ارتش روسیه علاقه طول 9 ماه شد برای اشغال شهر بخموت که در ولایت دنیتسک اوکراین جایگیر است شبانه روز کوشش کرده ایستادند. بنا به معلومات استخبارات امریکا تنها در 5 ماه اخیر ارتش روسیه برای اشغال این شهر 100,000 از اعضای هیئت شخصی خود را از دست داده است که از آن 20,000شان کشته شدند. گفته می شود از نصف زیاد کشته شدگان در این جبهه را زرخریدان واگنر تشکیل می‌دهند. در بین زرخریدان کشته شده چویک واگنر دهها تاجیک هم است. آنها اساساً محبوسان زندان‌های روسیه اند که پریگوژن با وعده آزادی زود و عفو از محبس‌ها آزاد کرده به جنگ ضد اوکراین میبرد. روز 3 ماه سال 2023 در شهر بلاریتسک جمهوری باشخوردستان روسیه ازدحام عبارت از تقریبا 60 نفر از ساکنان محلی در نزد خانه‌ای که مهاجران تاجیک زندگی دارند جمع شده از بلاریتسک کوچاندن و به جوابگری جنایتی کشاندن آنها را طلب کردند. ساکنان محلی 2 مهاجر جوان تاجیک را به گپ پرداختند، به 2 دختر محلی عیبدار کردند، ولی جوانان تاجیک این را رد میکنند. بنا به اطلاع تلگرام کانال بازا که از محل حادثه 2 ویدیوی را نیز نشر کرد، پلیس به خاطر پیشگیری از تمسود شهروندان تاجیکستان را بازداشت کرده با خود برده است. بنا به گزارش بازا مناقشه قومی در بلاریتسک از آن سر شد که 2 دختر محلی به والدان خود شکایت کردند که 2 جوان از تاجیکستان با ماشین به نزدشان اومده گویا به آنها گپ پرداختند. پدر یکی از این دختران از ماجرا خبر یافته به پیش آن 2 جوان رفته است تا که ناجایز بودن رفتارشان را بفهماند، ولی بحث آنها به زن و زنی پیچیده است و گویا جوانان تاجیک پدر دختر را لطوکوب کردند. خبر لطوکوب ساکن محلی از جانب مهاجران تاجیک در شهر بلاریتسک زود پهن شد و بعد مدت کوتاه در نزد خانه مهاجران تاجیک یک ازدحام بزرگ عبارت از تقریبا 60 نفر از ساکنان محلی گردی هم آمد. آنها طلب داشتند که مهاجران را برای چنین رفتارشان از بلاریتسک بکوچانند و به جوابگری بکشند. متاسفانه مناقشه با راه صلح‌آمیز حل کردن نشد و پلیس مجبور شد که به این مناقشه امر شود. کارمندان پلیس مهاجران تاجیک را بازداشت کرده با خود بردند تا که مبادا مورد حمله ازدحام قرار نگیرند. جوانان تاجیک در جریان بازپرسی گپ پرداختنشان به دختران محلی را رد کردند. به این دلیل پلیس نسبت به 2 مهاجر تاجیک در حال حاضر به سبب لطوکوب پدر یکی از آن 2 دختر تنها با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشوده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی باشخوردستان حال پلیس به تحقیق این قضیه مشغول است. در شعبه پلیس شهر بلاریتسک سبب مناقشه را مناسبت‌های خصومت‌آمیز نامیدند، ولی تاکید کردند که هیچ کدام از اشتراکچیان مناقشه به پلیس رسما عریضه ننوشته است. پلیس اسناد مهاجران دستگیر شده را در رابطه با رعایت قانون‌های مهاجرت نیز تفتیش کرده است، ولی یگان قانون شکنی پیدا نکرده است. کاتب کنسولگری تاجیکستان در اوفا نیمه دوم روز 4 ماه به سامانه محلی اوفا 1 رو گفته است که آنها از این قضیه تازه خبر یافتند و در پی تحقیق کردن معلومات به دست آمده می باشند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت گروه طالبان اعلان نمود که رهبر این حرکت هیبت الله آخوندزاده در اداره حکومتش چندین تغییرات کادری به عمل آورده است. از جمله محمد علی حنفی معروف با لقب ملا شیرین که رابطه خیلی نزدیک با اساسگذار طالبان ملا عمر داشت و در مذاکرات با امریکا در قطر نیز اشتراک داشت، والی قندهار تعیین شده است. تا این زمان ملا شیرین در قندهار به عنوان معاون بخش استخباراتی وزارت مدافع حکومت طالبان ایفای وظیفه می نمود. سمیع الله حزب الله والی پیشین طالبان در ولایت بغلان فرمانده نیروهای امنیتی قندهار تعیین شده است. همچنین ضمن این جابجاگذاری کادرها رهبر طالبان احمد طاها والی پیشین طالبان در ولایت کنرام
معاون وزیر سرحدات و محمد محسن هاشمی والی پیشین طالبان در پنجشیر را به وظیفه سرپرست اداره تفتیشات این گروه تعیین کرده است. همین طور محمد ایوب خالد والی کنر، گلحیدر شفیق والی جوزجان، عبدالرحمن حقانی والی بغلان، بشیر احمد حقانی والی نورستان و محمد آقا حکیم والی پنجشیر تعیین شدند. آخوندزاده در بخش‌های نظامی حکومتش نیز تغییرات کادری به عمل آورده است. از جمله رحمت الله محمد فرمانده سپاه 203 منصوری را به عنوان فرماندهی سپاه 209 فتح و فرمانده سابق این سپاه را به عنوان فرمانده سپاه 207 الفاروق تعیین کرده است. آخوندزاده امین طور والی پیشین جوزجان محمد اسماعیل راسخ را به وظیفه فرمانده اردوی 203 منصوری تعیین نموده است. این تغییرات کادری در حکومت طالبان در حال صورت میگیرد که با گذشت 21 ماه از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و بنیاد امارت اسلامی افغانستان از سوی این گروه، یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی بر آن پایفشاری میکند که طالبان باید یک دولت تشکیل دهند که در آن همه قوم‌های افغانستان شریک باشند و حقوق انسان رعایت شود، از جمله به زنها آزادی تحصیل و کار داده شود. ولی تا به حال طالبان پیوسته این گفته ها را رد نموده میگویند که حکومت آنها همه شمول است و بر اساس قانون‌های دینی و فرهنگی این کشور تشکیل شده است. با وکیلان مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان تجهیزات معاصر مخابراتی از جمله 65 پلنشت و کامپیوتر و پرینتر دسترس کردند. در این باره روز 4 مای سال 2023 در سامانه صدای مردم نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان مدیر شعبه مطبوعات دستگاه مجلس عالی محمد عطا سلطانوف خبر داد جهت تقویت بخشیدن روند رسیدن به حکومت الکترونی با دستور رهبریت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای بهتر و شفاف نمودن روند معاشرت و قبول درخواست‌های شهروندان امروز به مجلس نمایندگان تکنیک و تجهیزات نو معاصر کمونیکاسیونی از جمله 65 پلنشت و کامپیوتر و پرینتر معاصر وارد شده به وکیلان مجلس نمایندگان دسترس شد. نوشته سخنگوی پارلمان بنا به شرح محمد عطا سلطانوف حکومت الکترونی نظامی است که برای تشکیل معاشرت ثمرناک جمعیتی همه مؤسسه و مقامات رسمی و غیر رسمی را متحد نموده برای آنها شرایط فراهم می‌آورد تا با استفاده از شبکه کامپیوتری گردش سندهای الکترونی بین اداروی را تامین سازند. همچنین به شخصان حقوقی و واقعی خدمت اطلاعاتی پیشنهاد شده عرض و شکایت‌های آنها بررسی کرده می شود. مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است که 41 وکیلش از حوزه‌های انفرادی و 22 وکیل باقی مانده‌اش توسط رویخط‌های حزبی از حوزه یگانه جمهوریوی انتخاب می شوند. اکثریت کرسی ها در مجلس نمایندگان از زمان تأسیسش وکیلان حزب حاکم خلقی دموکراتی در دست دارند. در سه انتخابات اول مجلس نمایندگان در سالهای 2000، 2005 و 2010 به حزب مخالف نهضت اسلامی و حزب کمونیستی نیز چند کرسی داده می شد، ولی از سال 2015 به این طرف کرسی های مجلس نمایندگان تنها به وکیلان از حزب حاکم و حزب‌های دیگر طرفدار حکومت کنونی داده می شوند. منتقدان وکیلان مجلس نمایندگان را به آن ادعا می کنند که هر قانون و قراری که حکومت می فرستد بدون بررسی جدی و اکثر وقت یک دلانه قبول می کنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 4 مای سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 بر اثر برخورد ماشین تمغه مرسدس بنز با مرسدس پرینتر در حدود جماعت مینت‌آباد نویه کوشونیان 3 نفر به هلاکت رسیده، 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. همه قربانان این صدمه ساکنان نویه وخش بودند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی ساعت 2:30 شب 4 مای راننده ماشین تمغه مرسدس بنز نورعلی فرستم سال تولدش 1999 ساکن نویه وخش هنگام حرکت از سمت نویه وخش به سمت نویه کوشونیان
در حدود جماعت دیوت مینتوبات نوع کوشانیان از عهده اداره وسطای نقلیاتش نبرآمده است و در نتیجه به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه مرسدس پرینتر تحت اداره سفروف شاکر سال تولدش 1982 ساکن نوع وخش برخورده است. در نتیجه راننده مرسدس بنز نورعلیف و مسافرانش نورعلیف سیدخان سال تولدش 1990، عزیزوف صبحان سال تولدش 1997 ساکنان نوع وخش هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیدند و عبداللهف نورعلی سال تولدش 1996 صابر و فیروز سال تولدش 1998 ساکنان نوع وخش جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. راننده مرسدس پرینتر سفروف و مسافرانش قربان نظر و زرینه سال تولدش 1985 و شریفزاده سید محمد سال تولدش 1998 ساکن نوع وخش نیز با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. وزارت کارهای داخله گفت تحقیق این حادثه دوام دارد. صدمه مرگبار در کوشانیان علاکه سومین چنین صدمه پرقربانی در راه‌های تاجیکستان در چند روز اول ماه می است. طوری قبلا خبر دادیم در کیلومتر 154 شهرهای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه عینی ولایت سوخت بر اثر بجری عمقش تقریبا 200 متر سرازیر شدن ماشین مسافرکش تمغه استاریکس 6 نفر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر با جراحت‌های وزنین در بیمارستان بستری کرده شدند. همین طور صبح 2 ماه سال 2023 تقریبا ساعت 9:30 دقیقه ماشین تمغه تویوتا تحت اداره کریموف خمای سال تولدش 1989 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در موضع تاریخی قلعه کران از بلندی 350 متر به قفا سرازیر شد. در نتیجه این صدمه 6 نفر در جای حادثه جان باختند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع قبادیان عریضه زن 59 ساله ساکن نوع مذکور وارد گردیده است که 15 اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از کارت ملی اسپیتامین بانک 4780 سامانیش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را جوان 22 ساله ساکن امین نویه صادر نموده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 42 ساله ساکن شهر ترسونزاده با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 18 اپریل سال 2023 هنگام در نزد بازار میرگان شهر دوشنبه قرار داشتنش با رای پنهانی از داخل افت تمغه اوپل استرا که به مرد 33 ساله ساکن پایتخت تعلق دارد 800 دانه تخم بدانه، 42 عدد بسته گوشت بدانه و یک عدد تلویزور پلازماوی مخصوص افت را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 2700 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.